درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه‌ها. یکی از هدف‌های اصلی برنامه فرهنگ معاصر این تبلیغ علم و جهانبینی علمی است. چرا که اگر به ماهیت اصلی فرهنگ معاصر نظر افکنیم، امروز تمدن بشر را محور اساسیش را علم و دستاوردهای علمی یعنی فناوری‌ها تشکیل می‌دهند. از این لحاظ ایده از سلسله برنامه‌های فرهنگ معاصر نیز در این راستا اختصاص داده شدند و برنامه امروز از همین سلسله برنامه است و عنوان آن را گذاشتیم عاموی گردانی علم و اهمیت آن برای رشد جامعه معاصر. و واقعا اگر با تاریخ علم عموما نظر افکنیم، ما می‌بینیم که سراول علم در به طرز انفرادی نزد هر یک عالم توسعه یافته است و پس آن یک زمان جامعه انسانی به درجه رشد نموده است که علم به حیث یک نهاد اجتماعی تبدیل یابد، علم همگیرا شود و این همگیرایی علم سببی به وجود آمدن جهان نو یا دنیای نو هم گردیده است. و خاطر پهلوهای گوناگون این مسئله را موردی بررسی قرار دادن، ما به استودیو پژوهشگر و دانشمند سمت علوم طبیعی و ریاضی رضا بهرامزاد را دعوت نمودیم و من ایشان را خیر مقدم میگم که این دعوت ما را پذیرفتند و به استودیو حاضر شدند. خب ما در برنامه‌های پیشین هم رضا جان در موضوع علم و عموما شناخت طبیعیات از لحاظ علمی هم صحبت‌های داشته بودیم و حتی بابت کیهان شناسی و دیگر علومی که امروز به حیث یک محور اساسی پیشبرنده جامعه انسانیت. خب امروز بیاید از خود مفهوم عاموی گردانی شروع کنیم که عاموی گردانی علم یعنی چی مضمون دارد، چرا که در ذهنیت شنونده ما اولین مفهومی که براش تعجب آور مینماید این عاموی گردانی است. و چرا عاموی گردانی؟ خیلی که شما درست قید کردید، علم یک امروز نهاد جمعیتی گردیده است و از بس که شخصیت‌های گوناگون در سمت‌های گوناگون علمی مشغول هستند و امروز علم به یک سطح رسیده است که بسیار مسئله‌های مرکب را حل می‌نماید. شخصیت‌های عادی که یا اینکه عامه‌ای که به علم به دخل ندارند و به تحقیقات مشغول نیستند، از نتیجه آنها باخبر نیستند و فهمیدن آنها هم یک ذره دشوار است، زیرا هر یک علم، هر یک بخش علم، هر یک ساحه تحقیقات از مفهوم‌های خودش استفاده می‌کند، از اصطلاح‌های خودش استفاده می‌کند، دستگاه و تجهیزات خودش را دارد و در آنجا یک قانونیت‌ها، نظریه‌ها، اکسیوم‌هایی هستند که تنها به دایره همان علم معلوم است و خلاص. و در همین زمینه عاموی گردانی علم به وجود آمده است. یعنی چی؟ عاموی گردانی علم یک شغل است، یک روند است، یک کار است که به ساده کرده فهمانیدن همون روند تحقیقات، نتیجه هایی در اساس تحقیقات به دست می آمده و مضمون و معنای آنها است. یعنی همون تحقیقات مرکب علمی را گرفته با زبان عادی به مردم عادی که از همون علم دور هستند فهمانیدن هست، یعنی عاموی گردانیدن. خیلی که از خودی همون مفهوم برمی آید. با همین راه ما می توانیم نتیجه های علمی رو، تحقیقات های ساحه‌های گوناگون رو به مردم معرفی کنیم، شناسایی کنیم، از مشکلاتی در علم بوده، از راه حل آنها و از نتیجه آنها آدمان رو باخبر سازیم. بله و تشکر زیاد. یعنی اینجا وقتی که گپ درباره عاموی گردانی علمی رود، ما می‌بینیم که البته ساحات زیاده امروز قریب زیاده از 1800 سمت، حتی شاید بیشتر هم از این سمت وجود دارد که اینها یک ساحه علاهیده پژوهشی برای علم به حساب می‌روند و هر کدام اینها یک پردمت علاهیده، یک هدف علاهیده، یک متد علاهیده آموزشی خود را دارند و در برابر این زبان و مفهومات خویش را دارند. و اصلا عاموی گردانی اینجا یعنی طرز رسانیدن به مردم، درست؟ یعنی طرز ساده کردن و رسانیدن همین اهمیت، دستاورد، هدف و
اون عملکردهایی که علم انجام داده است. خب تشکر زیاد و اکنون بیاد سر این مسئله که خوب همین چی تاریخ دارد و دوامیت تاریخش از کجا هست، امروز در کدام پایه قرار دارد، با این چیز برگرد. البته تاریخی انیقی به وجود آمدن امویگردانی علم هنوز وجود ندارد، انیق نیست. برای چی؟ از زمانی که علم به وجود آمد البته عالمان کوشش میکردن که به آدمانی که از علم دور هستن به طور عادی کرده فهمونند، ولی شکلگیری یک جریان امویگردانی علم این البته بعد از دوره احیای اروپا سرچشمه میگیرد و در همین 200 سال آخر بسیار به یک درجه بلند رسید. برای چی؟ زمینه های معینی وجود داشت که امویگردانی علم به عمل آید، یعنی بیخبر بودن مردم از دستاوردهای علمی. همین بیخبر بودن به یک مشکلات دیگر آورده میرساند، این باور کردن به هر گونه خرافات، یعنی شرح نادرستی حادثه های طبیعت، شرح نادرستی قانونیت های طبیعت، افسانه سازی از هر یک حادثه های عادی و تحلیلی یا اینکه برداشتی نادرست از آنها. فرض کردیم همین یک حادثه گرفتی آفتاب یا اینکه گرفتی ماهتاب چقدر قصه و چقدر یک خرافات ساخته است، افسانه ها ساخته است که مردم با آنها باور میکنند و سبب این چی؟ سبب این ندانستنی سبب های همون حادثه. یعنی ضرورتی به وجود آمدنی انهمی امویگردانی علم به مردم به شکل عادی رسانیدنی مضمون و مندرجه حادثه هاست تا آنها به هر گونه خرافات باور نکنند، به هر گونه گپ های نادرست باور نکنند، به تهلکه داده نشوند و از حادثه های طبیعت باخبر باشند. و البته این چیز را ما از همون اثرهای عالمان یا فیلسوفان عصر میانگی دیده میتوانیم که حادثه ها را کوشش میکردن به شکل عادی فهموند. بعدا در این سمت کتاب های معینی هم به نشر رسید، خصوصا در اروپا. فرض کردیم یک ستاره شناس فرانسوی کمیل فلاماریون یک دانشنامه استرونومی به نشر رسانید که بسیار مشهور گردید و به چندین زبانهای دنیا ترجمه و نشر گشته است، حتی در عصر 19 به فارسی هم ترجمه شده بود. یعنی همون چیزها زمینه هایی به وجود آمدن یک جریان امویگردانی علم بودند. بعدا در دوره شوروی به این چیز بسیار اهمیت جدی میدادند، زیرا یکی از ایدئولوژی حکومت شوروی آن بود که مبارزه با خرافات و تصورات های دینی. به خاطر آن که همان خرافات از بین رود باید یک جایگزینی وی باشد، باید سبب های خرافات برهم زده شود. یعنی در همین جا حکومت شوروی به ترغیب علم اهمیت جدی داد، با ساختن مرکزهای ترغیب علمی، کیهان نماها یا اینکه پلانتاری ها. اگر ببینیم در دوره شوروی در همه شهرهای بزرگ پلانتاری ها بودند که در آنجا مردم می آمدند به سوالهای خود جواب می گرفتند یا کودکان به تماشا می رفتند و همچنین استفاده روزنامه و مجله ها برای رسانیدن معلومات علمی. اگر من باوری دارم که حالا هم اگر همون در تهخانه های بسیاری خانه ها یا اینکه در بالاخانه های بسیار خانه ها اگر کوبیم مجله های علم و حیات دوره شوروی یافت می شود. قریب که در هر یک خانه آنه که معرفتناک بود، صاحب علم و دانش بود، همین گونه مجله ها هست. یعنی با راهی نشر کردن مقاله های علمی عمومی توسط مجله ها و روزنامه ها عمومی‌گردانی علم عملی کرده می شد. بعد که رادیو و تلویزیون به استفاده داده شدند و مردم از آنها استفاده میکرده شد، این جریان توسط آنها عملی میگردید. مثلا تشکیل برنامه هایی که وابسته به ساحه‌های گوناگون علم از جمله در عالم حیوانات در تلویزیون های عمومی شوروی بود، هم در تلویزیون های تاجیکستان، یعنی درباره دستاوردهای علمی بیولوژی، زئولوژی، چگونه عالم حیوانات یک دنیای خودشان را دارند، قانونیت خودشان را دارند نشان میدادند. و باید قید نمایم که یکی از مشهورترین همین عمومی‌گردان های علم سرگئی پیاترویچ کپیتسه بود که طولی اگر خطا نکنم 40 سال برنامه تلویزیونی می برد
که حتی به رکوردهای گینس وارد شده است و مردم زیادی آن را تماشا میکردند. بله. و همچنین کتاب‌های بسیاری از سلسله فرض کردیم اگر به زبان روسی گوییم занимательная فیزیک، занимательная استرونومی، یعنی استرونومی عملی، بله، تطبیقی و عملی. تطبیقی، بله. و در اینجا یک مکتب معینی هم به وجود آمده بود، مکتب یاکوو ایسیدورویچ پریلمان که همین کتاب‌ها را به نشر می‌رسانیدند، به مکتب‌ها تقسیم می‌کردند و درباره حادثه‌های گوناگون به شکل شوق‌آور جالب نقل می‌کردند. و حتی در سنت پترزبورگ یک آثارخانه را هم تشکیل کرده بودند که به فرق از دیگر آثارخانه‌ها اگر به دیگر آثارخانه‌ها درایم دست رسانیدن ممکن نیست نوشتگی هستند، یعنی چیزهای تاریخی هستند، ارزش گران دارند. در این آثارخانه که پریلمان تشکیل کرده بود دست رسانیدن حتمی است، یعنی در آنجا دستگاه‌های علمی می‌ماندند، اسباب‌های جالبی علمی می‌ماندند. به خاطر چی؟ به خاطر خوانندگان، دانشجویان، مردم عادی بیاید با دستش ببیند، تجربه گذراند و باوری حاصل نماید که آنها یگان قانونیت علمی را آموخته ایستادند. بله. و ببینید اصلا همین جوهر همین گونه یک مناسبت پیش از هم از چی صورت میگیرد؟ شما در بالا ذکر کردید که یک زمان انسانیت به جهان و هنوز هم با خرافات مناسبت میکرد و این واقعیت است و خرافات هم از یک ناکجا آبوده که نیامده است، اون هم مال ذهن انسان است. و اما ذهن انسان ذهن یک انسان خطرپذیر در برابر حوادث که هنوز درکی درستی علمی سرچشمه آغاز و بنیاد حوادث را ندارد، اون در ذهنیت خودش یک چیز میسازد، یک چیز درست میکند و بعدا اون قبول میکند و باور میکند، یعنی یک چیزهای وهم انگیزه خیالیه و بعدا با تکیه کردن به همونها اونها به عین حقیقت قبول میگیرد و دیگر تمام گویا که همه مشکل حل است و به همین باید اصلا هیچ کاری نکرد. و اکنون درست اون چی که شما گفتید در زمان شوروی و در عده از کشورهای پیشرفته یکی از راه‌های بنیادی خرافه زدایی، یعنی از بین بردن خرافه، این همین عاموی گردانی علم و به مردم واقعیت جهان اون طوری که هست نشان دادن. اکنون بیاد میایم سری هدف این که امروز مثلا ما در کشور صاحب استقلال تاجیکستان زندگی میکنیم، ولی متاسفانه اگر با ردبندی قشرهای گوناگون جامعه نظر افکنیم ما میبینیم جامعه ما از قشرهای گوناگون کی عبارت است و در عده از این ردبندی های اجتماعی ما میبینیم نفران زیادی هستند که هنوز خرافه باورند. و هنوز آنها مثلا با همون طرز تفکری که بینشی که یا جهان بینی که هزاران سال قبل انسان ها در برابر حوادث یک تصورات داشتن همون انجام دادن، حالا هم همون طور مناسبت دارن. خب چی راهی است؟ چی باید کرد؟ چگونه عملهای انجام بدیم تا اینکه همین شدت همین روند را پستر کنیم؟ و واقعیت همین است که یکی از عاملی واپسگرایی و با بسیاری از مشکلات اجتماعی دچار شدند اینکه از نادانی، از خرافه باوری است، از خرافه اندیشی است. خب که چی باید کرد؟ انا همین روند عاموی گردانی علم را پرزور باید کرد. یعنی ترغیب علم را به سطح باید به راه مانیم که تا همان قشرهای پسترین رفته رسد، تاثیرگذار باشد. به خاطر این چیکار کردن ضرور؟ اولا این همان شخصیت هایی که به همین کار مشغول هستند به آنها امکانیت باید داد، هم امکانیت های تکنیکی و هم امکانیت های مادی و معنوی و صف آنها را البته که زیاد کرد و به این چیز که ها باید به همین کار مشغول شوند. البته در نوبت اول این آموزگاران، وقتی که یک آموزگار در مکتب میانه در دانشگاه فن خودش را شوق‌آور میگذارد، جالب میگذارد، همون موضوع هایی که در دایره فن هست به طوری شوق‌آور میفهماند، این هم یک عاموی گردانی علم است. همین در مکتب گذشتن فن فیزیک، شیمی، بیولوژی، این
از همه مؤثرترین راه عمومی گردانی علم است. بله. اگر ما همون سطح تعلیم رو، سطح درسدهی رو بلند نماییم و روند تعلیم رو شوق‌آور گردانیم، البته تاثیرگذار خواهد بود. بله. در نوبت دوم این خود عالمان می باشند که باید به جز آن که تحقیقات علمی میگذرانند، همون نتیجه تحقیقات خودشون رو در شکل شوق‌آور و جالب رسانیده توانند. بله، و به طلبات هر یک قشر جامعه موافق رسانیده توانند. بله. اینشتین در یک صحبتش میگوید که اگر شما فکرتان رو، دانشی که تحقیقات میبرید به کودکی 10 ساله فهمانده نتوانید، شما خودتان و چیزی رو نمیفهمید، درک نکرده اید. بله، اینجا هم عیناً همین چیز هست. اگر یک نفر خیمیکی شناخته درباره تحقیقات علمیش، درباره همون موادی که به دست می آید، درباره منفعت‌های آن، درباره طرز استفاده آن به خوانندگان مکتب نقل کند، این منفعتش خیلی زیاد است نسبت به اون که دیگران نقل میکنند. یا یک طبیبی که درباره طرز استفاده، فرض کردیم واکسینه ها سخن میراند، از منفعت آنها حرف میزند، بسیار تاثیرگذار است. خصوصا در وضعیت امروزی که دنیا تحت تاثیر ویروس کووید 19 قرار دارد، مردم دنیا به یک چند گروه تقسیم شدند. آنها هستند که با خواهش خود واکسینه میگذارند، آنها هستند که تماما به واکسینه ضد هستند، میگویند این کار دست ابرقدرت هاست و هر خیل نظریه های تفتیه. و در همین جا باید همون دکترها، طبیبان، عالمان ساحه طب به مردم فهمانند که همون واکسینه چی ضرر دارد، چی منفعت دارد، در کدام حالت فایده آن از ضررش زیاد است. همین چیز هم عمومی گردانی علم است. و طرز دیگر یا اینکه شکل دیگر، اگر ما به تاریخی ناقدر دور نگاه کنیم، در تاجیکستان و عمان در اتحادیه شوروی جمعیت‌های دانش فعالیت می‌بردند و این جمعیت‌ها در خود عالمان زیادی رو جمع آورده بودند و به دهه‌های دوردست به منطقه‌های گوناگون سفر کرده با مردم وامی خوردند و به آنها لکسی‌های علمی و عمومی می‌گذاشتند. یعنی درباره حادثه‌ها با زبان خودی آنها در روبروی آنها معلومات میدادند. البته امروز شکل داد و گرفت اطلاعات کمی دیگر شده است، یعنی در بین اینترنت و وسایل اخبار عامه وارد شدند. ما امروز ضرورت وجود ندارد که اونقدر ضرورت زیاد وجود ندارد که به هر یک دهه سفر کرده با مردم در علاهیدگی واخوریم. ما میتوانیم از امکانیت‌های اینترنت به طور وسیع استفاده نماییم. یعنی چی؟ مردمی زیاده، خصوصا همون طبقه پایانتری که از علم دور هستند و زیادتر به خرافات باور دارند، اعتراف میکنند، آنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنند. و اگر ما با راه‌های گوناگون اطلاع را در خورد طلبات آنها پیشنهاد کنیم، آنها میخوانند، تماشا میکنند، میشنوند، میبینند و شاید این چیز در دراز مدت، در بین 10 سال، 20 سال و 30 سال تأثیر مثبت خود را گذارد. بله. و همچنین باید قید نمایم که همین برنامه ما و شما هم فرهنگ معاصر یکی از راه‌های عمومی گردانی و ترغیب علم است. بله، و واقعا اصلا هدف اصلی همین برنامه که طول قریب سال 6 آغاز می شود از شروع این برنامه و اون بینندگانی که با تحقیق همیشه در پای تماشای برنامه ما هستند و باید یادرس کنم که مجموع برنامه‌های فرهنگ معاصر اونها میتونن در شبکه جهانی اینترنت، در ویدیو کانال یوتیوب نیز دسترس کنند. و واقعا ما تمامی همین هدف اصلی این برنامه هم همین بود که هر قدر ما عمومی گردانی کردن علم رو درست به راه مونیم و توانسته باشیم که همین سطح شدت خرافه زدگی رو در جامعه پست کنیم تا اینکه مشکلات کمتر شود. بله. و وابسته به همین چیز، همین از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان اولا 20 ساله آموزش و رشد فن‌های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی درس‌های علم معارف قبول گردید و همچنین آزمون علم فروغ معرفت
байни тамоми қишрҳои ҷомеа шурӯъ карда аз хонандагон ва донишҷӯён эълон гардид ва ҳамчунин телевизиони махсуси илм ва табиат ба кори худ шурӯъ кард ки вазифаи асосии ҳамин барномаҳову ҳамин телевизион ана ҳамин тарғиби илм ва оммавигардонии илм мебошад. ин роҳ бисёр бояд роҳи самаранок бошад, зеро имкониятҳои телевизион хеле зиёд ҳаст. яъне дар телевизион ҳам метавон олимони шинохтаро даъват кард ва ҳам тавассути нақшаҳои тавассути расмҳо, тавассути наворҳо ва аниматсияҳои гуногун ҳамон раванди ҳодисаҳои физикӣ, химиёвӣ, биологиро нишон дод. яъне чизҳоеро ки мо бо чашми оддӣ дида наметавонем, дар таҷриба тавассути моделҳои гуногун ба шакли оддиву содда фаҳмонидан мумкин аст. бале, ва бибинед инҷо дар баробари ҳамин он омилҳои он коргузориҳое ки шумо гуфтед метавонанд шиддати хурофазадагига паст кунанд, оммавигардонии илмро хубтар ба роҳ монанд. хуб, ба назари шумо оё имрӯз агар мо бибинем дар ҷомеаи мо агар дастабандӣ кунем ва воқеан اون مشکل اجتماعی که مشکل سطحی گوناگونی چی از نظر جهانبینی، چی از نظر معنوی، چی از نظر اقتصادی، چی از نظر اجتماعی. خوب به نظر شما آیا هیچ ضرورتی نیست که ما یک نوع مصلحت خانه ها، یک مشورتگاه ها، یک نوع مرکز هایی که واقعا اینها همیشه همین مشکل اجتماعی آموزن و پیشنهاد کنن که کدام شکل‌های علم در جامعه ما، کدام نوع آموزشگاه‌ها، کدام نوع خوب پژوهشگاه‌ها اینا بیشتر تقویت داده شوند تا اینکه ببینید امروز در جهان همه مشکلی که با وجود میآید چی در جامعه انسانی چی در طبیعت در مجموع اینها فقط یک راه حل دارند دیگه. اینا برای باور کردن که حلشون نمی‌شود، برای نیایش کردن که حل مشکل دیگه وجود ندارد، یعنی فقط راه علمی است. و نظر شما چگونه است که اگر همین گونه مثلا یک نوع مشورتگاه ها و یک نوع مرکزهای دائمی ارتباط با جامعه و پیوسته آموزش جامعه صورت گیرد؟ فکری درست و من فکر میکنم علاقه همین خیل مرکزها در شکل‌های دیگر در تاجیکستان هستند. از آن جمله مرکز تحقیقات استراتژی، یکی از وظیفه‌های مرکز تحقیقات استراتژی باید همین چیز باشد و همچنین پژوهشگاه‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، یعنی همین پژوهشگاه‌هایی که در تاجیکستان هستند، مرکزهای تحقیقاتی باید به همین سمت نیز دقت دهند. و البته مرکزهای مشورت‌دهی که خیلی که شما گفتید ضرور است، اما کمتر به شکل دیگر، یعنی در رابطه با جامعه باید مرکزهای ترغیب علم باشند. فرض کردیم یک خواننده یک سوال پیدا میکند، در دایره مکتبش به اون سوال جواب گرفته نمیتواند. اصلا همین چی رو در نظر باید نزد همون مرکز آید، متخصصان باید نشینند، سوالی وی را گوش کنند و فهمانند که فرض کردیم برای چی ترکشی بزرگ به وجود آمد. یا آزمایشگاه ها باید باشد. فرض کردیم یگان حادثه کیمیاوی را خواننده در مکتب نفهمید، باید بیاید به همان مرکز و آنها با اسباب‌های گوناگون با استفاده ماده‌های کیمیاوی گوناگون نشان دهند که چرا در این ریاکسیه ماده‌های این حاصل می شود. یعنی همین چیزها باید باشد. اگر ما به تجربه کشورهای مترقی نگاه کنیم، فرض کردیم در روسیه، در آمریکا، در آلمان، در چین، حاضر در چین یکی از کیهان‌نماهای بزرگترین دنیا فعالیت میکند، یعنی همان پلانتاری. در آنجا بجز حادثه های استرونومی را نشان دادن، تالارهای گوناگون زیادی هست که یک تالار آن به تکنیک بخشیده شده است، یک تالار آن به فیزیک بخشیده شده است، یک تالار آن به شیمی بخشیده شده است. در روسیه هم همین خیلمون کیهان‌نمای مرکزی مسکو تالارهای گوناگون دارد، شروع کرده از حادثه های طبیعت تا حادثه های استرونومی. و در کشورهای دیگری غربی و آمریکا نیست. فرض کردیم در آمریکا یکی از همین کیهان‌نماهای بزرگترین را نیل دیگراس تایسون، شخصی بسیار مشهوری دایره علمی و عامه‌گردانی علم راهبری میکند و وی
дар маркази худ на танҳо семинарҳову лексияҳо ташкил мекунанд ва ҳамчунин барномаҳои интернетӣ карда ба шабакаи ҷаҳонии интернет мегузоранд ва тамоми мардуми дунё он барномаҳоро тамошо мекунанд, савол медиҳанд ва ҳамчунин дар доираи ана ҳамин марказҳо вохӯрӣ бо олимони шинохта сурат мегирад. фарз кардем бо ҷоизадорони нобелӣ, бо фарз кардем онҳое ки ягон қонунiyatҳои навро кашф карданд, ягон моддаи навро кашф карданд. ва ман дар чанд чорабиниҳои ҳамин саҳт дар Москав иштирок доштам. Масалан, дар яке аз онҳо бо ҷоизадори нобелӣ Кип Торнене, шахсе ки мавҷҳои ҷозибавиро кашф кардааст, дар лексия иштирок дошта будам ва албатта иштирок дар чунин маросимҳо, дар чунин чорабиниҳо бисёр ба рӯҳии инсон таъсири зиёд мегузорад. ё ин ки лексия як нафареро гӯш кардам ки ба номи ӯ унсури 118-umi ҷадвали Менделеев гузошта шудааст, Аганесян. ӯ ягона одами зиндае мебошад ки ба номаш унсури ҷадвали Менделеев гузошта шудааст. яъне вақте шумо чунин шахсиятҳоро ба таври зинда мебинед, нигоҳатон ба илм дигар мешавад, бовариятон дигар мешавад, ҳамон энергияи дохилиятон рӯ мезанеду мегӯед ки ман олим мешавам, ба илм машғул мешавам, таҳқиқот анҷом медиҳам. яъне як мотиватсияи муайянро инсон соҳиб мешавад. ва ташаккури зиёд. фикр мекунам ки онче ки шумо баён доштед хеле содда, ин ҳам бояд як такондиҳанда барои насли наврас бошад, чун ҳадафи барномаи мо ҳам чи аст? ҳадафи асосии мо ҳам ин аст ки агар тавониста бошем так таки афроди ин миллатро раҳнамун созем ба самти дониш омӯхтан, ба самти ҳирфаӣ будан, ба самти забардаст будан дар дониш гирифтан, пажӯҳиш ва илм. он вақт рисолати мо фикр мекунам анҷом ёфтааст. ва ба шумо ман изҳори як чиз дигар. хуб бифармоед. хуб, вобаста ба ҳамин дар робита ба ин мавзӯъ мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолияти густарда дорем. ҳам дар шабакаи YouTube канали худро дорем, чӣ гуне ки наворҳои ҳамин барнома гузошта мешавад, ҳам дар канали Равшанфикр ва ҳамчунин дар Facebook як гурӯҳи муайяне ҳам дорем бо номи Илми муосир, ки имрӯз аъзои он аз 5000 зиёдтар аст ва дар он ҷо мо маводҳои илмии оммавӣ, маълумотҳо дар бораи дастовардҳои илмӣ, дар бораи олимони тоҷик, дар бораи муассисаҳои таҳқиқотии Тоҷикистон маълумот медиҳем ва мардум ҳам дар он ҷо баъзан савол медиҳанд. мо кӯшиш мекунем ки ба саволи онҳо ҷавоб диҳем. бале, ва ташаккури зиёд. дар ин роҳ ман ба шумо муваффақият мехоҳам ва меандешам ки мо аслан дар як масирем дар самти таблиғи илм ва умуман оммавигардонии илм ва ҳарчи қадар бештар сафи афроде ки дунболаи илму пажӯҳиш мераванд дар ҷомеа зиёд шавад. яъне ҳар қадар афроди миллат аз лиҳози илм гирифтан, аз лиҳози мусаллат будан бо донишҳои илмӣ зиёд шавад, ҳамон қадар ин миллат пайкарааш қавӣ мешавад, ҳамон қадар доманааш густурдатар мешавад, ҳамон қадар мавқеаш дар байни кишварҳои дигари ҷаҳон боз ҳам истеҳкомаш болотар меравад ва ҳамин тавр обрӯи ҷойгоҳаш ҳам боло меравад. ва барои дар самти ҳамин гуна як нерӯи тавоно табдил додани миллат ки шумо саҳмгузорӣ доред, ба шумо изҳори сипос мекунам ва умедвор ҳастам ки ҳатман дар барномаҳои дигар фарҳанги муосир ки агар онҳо бо самти улуми табиию риёзӣ пайванд дошта бошанд, фикр мекунам ки мо метавонем ки боз ҳамкории худа идома диҳем. ва як бор дигар ба шумо изҳори сипос мекунам. ва бинандаи азиз, дар фароварди барнома мо ҳам бар он ҳастем ки ҳар нафаре аз шумо агар рӯ ба илм оваред, рӯ ба пажӯҳиш оваред, рӯ ба донистан оваред, хуб ҳеҷ чизе аз даст нахоҳед дод. яъне баръакс шумо имконоти инсонии худро бештар хоҳед кард. шумо пайкараи ин миллатро боз ҳам қавитар хоҳед сохт. чун як миллат аз маҷмӯи афрод аст ва маҷмӯи афрод ҳар қадар донотар, ҳар қадар забардасттар, ҳар қадар огоҳтар, ҳар қадар ҳирфаитар бошанд, ин миллат дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамон қадар нерӯмандтар, ҳамон қадар ҷойгоҳаш болотар хоҳад буд. ва баъдан як роҳ ҳаст, роҳи бурунрафт аз ҳамаи мушкилот. ин роҳи доноӣ, роҳи дониш, роҳи ба илм
تکیه کردن یا محور اصلی جهان امروز رو علم تشکیل میدهد. از این لحاظ پیوندان و فرزندان خویش رو در روحیه علم آموختن تربیت کنید، چرا که علم رو از آنها هیچ کس گرفته نمیتواند. دیگر چیزهای جهان میتوانند پایان پذیر باشند، ولی دانش، علم همیشه در حال پررش شدن است، کامل شدن است و در حال پیشرفت است. باقی روز و روزگار شما خوش و خوشایند. خیرات یار و مددگار شما. پاینده باد تاجیکستان عزیز. بدرود تا درود دیگر.